سلام، خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره درباره ارتباط صدا و سیما با ایلومیناتی و شیطان پرستا صحبت کنیم. قبل اینکه بریم سراغ این ویدیو حتما این ویدیو رو لایکش کنید و کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. بریم سراغ ویدیو. توی سریال خوب بد جرف توی قسمت 10 وقتی محمد بحرانی داشت مدارک رو میگشت، داخل قسمتی از تصویر بزی که نماد شیطان هستش رو روی دیوار نشون دادن. چرا سریالی که کمدی و طنزه با یکی از 7 نماد ایلومیناتی یعنی بز رو نشون بدن؟ داخل سریال احضار که از شبکه 1 نشون داده میشد، نمادهای ایلومیناتی زیادی مثل مثلث تک چشم، بزی که نماد شیطان هست و جمجمه و استخون نشون داده میشد. وقتی با کلمه الله که روی پرچم هستش کار میکنیم، میبینیم که دقیقاً بزی که نماد شیطان هست به وجود میاد. اونم نه به شکل عادی شیطان، بلکه جوری که داخل انجیل تعریف شده که میگه 2 شاخ شبیه بز داره. حالا بریم داخل صدا و سیما و لوگوهاش. اینجا شما لوگوی شبکه 1 رو میبینید و توش کاملا تک چشم مشخصه و بعد مشاهده میکنید که نقش پای شیطان رو بازی میکنه و این هم عکس کاملش تا خوب متوجه بشید. میدونم که تا اینجای کار قانع نشدید و منم نمیگم که واقعیه یا نه، ولی خب بیاید ادامه ویدیو تا تکچش ها رو بهتون نشون بدیم. و حالا میبینیم که شکلمون با صدا و سیما کامل میشه. الله کلمه شیطان بود و لوگوی شبکه 1 هم تنش بود. وقتی به لوگوی اردبیل دقت کنید، کاملا شبیه تکچشم و اهرام مصره. نظرتون راجع به این ویدیو چیه؟ حتما نظراتتون رو داخل کامنت ها برامون بنویسید. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراهمون بودید. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.